پارلمان تاجیکستان مجلس عالی از دو مجلس عبارت است: مجلس نمایندگان و مجلس ملی. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان 63 کرسی دارد. از این 22 کرسی را اعضای حزب‌های رسمی سیاسی که بیش از 5% آوازها را به دست می‌آورند اشغال می‌کنند. باقی 41 نفر وکیلان دیگر در حوزه‌های یک مندتی انتخاب می‌شوند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی در 5 سال یک مرتبه دایر می شود. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی رسمی ثبت نام شدند: حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی، حزب کمونیستی، حزب دموکراتی، حزب سوسیال دموکراتی. وکیل مجلس نمایندگان و یا مجلس ملی شخص انتخاب شده می تواند که سنش نه کمتر از 30 ساله باشد، تحصیلاتش عالی و زبان تاجیکی را داند. شخصی که بجز از شهروندی تاجیکستان شهروندی کشور دیگر را دارد حق ندارد وکیل انتخاب شود. سازمان‌های بین المللی ناظر انتخابات از جمله دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بار هم انتخابات‌های تاجیکستان را آزاد، دموکراتی و مطابق با معیارهای بین المللی اعتراف نکردند. مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان 33 کرسی دارد. 25 نفر اعضای مجلس ملی از سوی وکیلان مجلس‌های محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سوخت و ختلان انتخاب می‌شود. 8 نفر اعضای دیگری مجلس را پرزیدنت تعیین می‌کند. پرزیدنت‌های سابق تاجیکستان عضو یک عمره مجلس ملی هستند. 2 نفر پرزیدنتان سابق تاجیکستان، قهار محکموف و رحمان نبیف از دنیا گذشتند. قهار محکموف تا زمانی در قید حیات بودن وکیل مجلس ملی بود. از این رو امتیازی عضو یک عمره مجلس ملی حالا تنها به پرزیدنت امام علی رحمان دخل دارد.